تحرکات نظامی آمریکا در منطقه. معنای اعزام ناوگان آمریکایی به خاورمیانه چیست؟ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که یک ناوگان ایالات متحده آمریکا به سمت ایران در حرکت است، اما امیدوار است که مجبور به استفاده از آن نشود. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است هر گونه حمله علیه این کشور به مثابه یک جنگ تمام عیار علیه ما تلقی خواهد شد. در آستانه ورود یک ناو گروه ضربت هواپیمابر نظامی ایالات متحده آمریکا و سایر تجهیزات به خاورمیانه در روزهای آینده، یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که هر گونه حمله علیه این کشور به مثابه یک جنگ تمام عیار علیه ما تلقی خواهد شد. این مقام ارشد ایرانی که نخواست نامش فاش شود گفت امیدواریم این تقویت حضور نظامی برای یک رویارویی واقعی در نظر گرفته نشده باشد، اما قوای ما برای بدترین سناریو آماده است. به همین دلیل است که همه چیز در ایران در حالت آماده باش است. به گفته این مقام، این بار ما هر حمله‌ای چه محدود باشد چه گسترده، چه ضربه‌ای دقیق یا هدفگیری مستقیم نظامی، صرف نظر از نامی که بر آن می‌گذارند به عنوان یک جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و با شدیدترین شکل ممکن پاسخ خواهیم داد تا این موضوع را یکسره کنیم. به گفته مقام ایرانی یاد شده، اگر آمریکایی‌ها حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را نقض کنند ما پاسخ خواهیم داد. او از مشخص کردن اینکه پاسخ ایران چه خواهد بود خودداری کرد. این مقام گفت کشوری که تحت تهدید نظامی مداوم از سوی ایالات متحده آمریکاست چاره‌ای جز این ندارد که اطمینان حاصل کند که از هر آنچه در اختیار دارد میتوان برای عقب راندن و در صورت امکان بازگرداندن تعادل علیه هر کسی که جرأت حمله به ایران را داشته باشد استفاده کرد. پیش از این سرلشکر علی عبداللهی علی آبادی، یکی از فرماندهان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، هم تهدید کرده بود هر گونه حمله به کشور تمام منافع، پایگاه‌ها و مراکز نفوذ ایالات متحده را به هدف تبدیل خواهد کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفته است که یک ناوگان ایالات متحده آمریکا به سمت ایران در حرکت است، اما امیدوار است که مجبور به استفاده از آن نشود. با نوشته نیویورک تایمز، ترامپ هنگام بازگشت از مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس به خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان گفت ما ایران را زیر نظر داریم. ما یک ناو بزرگ به آن سمت روانه کرده ایم و خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. او این نیرو را ناوگان توصیف کرد و افزود ما یک ناوگان بزرگ به آن سمت داریم و خواهیم دید چه می شود. با این حال به نظر می رسد ترامپ در این سخنان تا حدودی از تهدیدهای خود برای حمله به ایران عقب نشینی کرده و ادعا کرده که تضمین‌هایی دریافت کرده است که معترضان بازداشت شده اعدام نخواهند شد. پیش از این رهبران خاورمیانه به ترامپ هشدار داده بودند که یک رویارویی نظامی می تواند منطقه را بی‌ثبات کند. با گفته دو مقام آمریکایی، هفته گذشته پنتاگون به ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و 3 ناوشکن موشک‌انداز تاماهاک در دریای چین جنوبی دستور داد تا به خاورمیانه اعزام شوند. یک منبع رسمی به فاکس نیوز گفته است که این گروه ضربت هنوز وارد حوزه فرماندهی سنت کام نشده است و انتظار نمی رود که تا چند روز یا حتی یک هفته دیگر در فاصله حمله به ایران قرار گیرد.